امروز اومدیم راجع به مرگبارترین بمب جهانی یعنی بمب هیدروژنی صحبت کنیم. بمب هیدروژنی که هزاران بار از بمب اتم خطرناکتر و ویران کننده تره، از فرایند همجوشی هسته‌ای یعنی ترکیب هسته‌های اتمی سبک برای تولید انرژی استفاده میکنه. قدرت تخریب بمب هیدروژنی به شدت زیاده و معادل میلیون ها تن TNT انرژی تولید میکنه، طوری که میتونه یه شهر یا یه کشور رو ویران کنه. مثلا اگه بخوایم بین بمب اتم و بمب هیدروژنی مقایسه انجام بدیم، بمب اتمی که شهر هیروشیما رو نابود کرد قدرت انفجاری معادل انفجار 20,000 تن TNT داشت. در مقابل بزرگترین بمب هیدروژنی که اسم اون تزار بود و ساخت اتحاد جماهیر شوروی و فقط برای آزمایش منفجر شد، معادل 50 مگاتن TNT قدرت انفجاری داشت، یعنی 2500 برابر قدرت انفجار بمب اتمی هیروشیما. فکر کنم دیگه متوجه قدرت ویرانگری این بمب شدیم. اصلا اصول عملی و ساختار بمب هیدروژنی چطوریه؟ بمب هیدروژنی از دو بخش اصلی تشکیل میشه. مرحله و بخش اول بمب شکافته، یعنی یه بمب اتمی کوچیک که از اورانیوم یا پلوتونیوم ساخته شده انفجار اولیه رو ایجاد میکنه و دما و فشار کافی برای شروع واکنش همجوشی تولید میشه. مرحله دوم همجوشیه. در این مرحله انرژی تولید شده از انفجار اولیه باعث میشه دو هسته سبک که معمولاً ایزوتوپ‌های هیدروژنی دوتریوم و تریتیوم هستن همجوشی کنند و مقدار عظیمی انرژی به صورت تابش، حرارت و فشار آزاد میشه. این فرایند دقیقاً همون چیزیه که در خورشید رخ میده و دلیل تولید انرژی عظیم اونه. خفنای خودم، اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین دکمه لایک و سابسکرایب رو فشار بدید. چرا اصلا بمب هیدروژنی از بمب اتمی ویرانگرتره؟ در واقع تفاوت این دو نوع بمب در نحوه و میزان انرژی تولید شده در فرایند آزاد شدن انرژی اوناست. در بمب اتمی انرژی تولید شده ناشی از شکافت هسته‌ای مواد سنگین مثل اورانیوم یا پلوتونیوم، اما در بمب هیدروژنی انرژی از همجوشی هسته‌ای مواد سبک مثل هیدروژن آزاد میشه که به شدت بیشتر از بمب اتمیه. حالا ببینیم چه کشورهای بمب هیدروژنی دارن. تا سال 2023 کشورهایی که به طور رسمی بمب هیدروژنی در اختیار داشتن یا آزمایش کردن عبارتند از ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین دارنده ذراتخانه هسته‌ای جهان، اتحاد جماهیر شوروی یا همون روسیه امروزی، بریتانیا، چین، فرانسه، هند، پاکستان و کره شمالی. اما ایران که در مورد داشتن بمب اتمی و هیدروژنی به طور رسمی اعلام نکرده، همواره مورد بحث و نگرانی‌های بین‌المللی بوده. در کل کشورهایی که بمب هیدروژنی دارن به طور عمده از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند. کشورهای دیگه دارای بمب هیدروژنی همه به معاهدات NPT و CTBT به عنوان ابزاری برای محدود کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند هستند. عواقب استفاده از بمب هیدروژنی ویرانی وسیع، تلفات انسانی، زمستان هسته‌ای، آسیب‌های ژنتیکی، نابودی اکوسیستم و آلودگی رادیواکتیو به مدت طولانی است. اولین بمب هیدروژنی توسط آمریکا در سال 1952 و دومین بمب هیدروژنی توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1953 آزمایش شد. خفنای خودم، به نظر شما ایران هم سلاح هسته‌ای داره؟ توی کامنت ها برامون بنویسید و اگه از ویدیو لذت بردین با لایک و سابسکرایب از کانال خودتون حمایت کنید.